اینال توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت اختلافاتی که هست، مثلا ما شما امروز اختلافات است، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما چی توصیه کرده؟ 3 توصیه اول کرده. اول که شما سم و طاعت بر امیر مسلمان بکنید، یعنی کسی که سر شما امیر میشه که ایمان داشته باشه، در نواقض ایمان داخل نشده باشه. اما اگر طاعت از رهبرای میکنین که اونا بی ایمان هستند، شما شکست میکنید. دوم وصیت رسول الله صلی الله علیه و چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و میگه وقتی اختلافات آمد شما به چی بگیرید؟ به قرآن و سنت، به قرآن عظیم و شان، سنت رسول الله صلی الله علیه و و روش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونا سلف صالح ما شما هست. به روش از اینا شما زندگی بکنید. متوجه هستین؟ اینا دیگه چی وصیت چی است که رسول الله صلی الله علیه و و ایاکم و محدثات الامور، از چیزهای نوآوری که در دین شده هست که امروز مثلا مردم چیزهای را نو میارن و این به نام دین میکنن. این روز 2 هست، این روز 3 هست، این شب جمعگی هست، این سالگره هست، این سالگره طفل است، این کلش در دین داخل میکنن. این چیزا را در دین داخل میکنن. خدا بزن تخته پشت خدا سوراخ بکن، خدا خون آلود بکن، در تلویزیون خدا نشان بده و این جز دین قرار بده. و مثلا نظرهای مختلف هست که نظر بی هست، که نظر آقا هست، که نظر مشکل کشا هست، که فلانی هست، این در دین داخل کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شما خود از این چیزها دور بکنید. چرا؟ هر بدعتی که در دین میشه این چی هست؟ این گمراهی است. و بدعت چه وقت میشه؟ وقتی که مخالف سنت باشه. در توصیه دیگر رسول الله صلی الله علیه و امام بخاری روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که کل امتی یدخلون الجنه، تمام امت ما داخل جنت میشن الا من ابا، مگر کسی که ابا ورزید، مثل که شیطان انکار کرد، ابا کرد، سرکشی کرد. قیل و من یعبا یا رسول الله، صحابه گفتن کی مثلا ابا میورزه یا رسول الله صلی الله علیه و کی سرکشی میکنه از آنچه که مثلا قال من اطاعنی دخل الجنه، کسی که از ما اطاعت کرد، ببین از رسول الله صلی الله علیه و اطاعت کرد، دخل الجنه و من عصانی، و کسی که نافرمانی مرا کرد فقط ابا، این میگه سرکشی کرده. در زندگی رسول الله صلی الله علیه و وقتی گپ میزد بعضی ها ابا میورزیدن، گمراه میشن، و بعضی کسای دیگه بعد از آل رسول الله صلی الله علیه و وقتی که رحلت کرد چی نمانده؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. احادیثی که علمای اسلام گفتن که یه حدیث صحیح هست، احادیث صحیح هست و این رو باید قبول بکنین و علمای متخصص هستن در این راستا تحقیق کردن. این حال کسی که باز از این ابا میورزه این چی هست؟ این خود در دوزخ داخل میکنه. به می قسم توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم در این راستا بسیار زیاد است. اقسام زندیق های منکر سنت، یعنی کسایی که زندیق میشن، یعنی از دین خارج میشن و از دایره دین میراین و در کفر داخل میشن و کلمه هم میخورن، چند قسم هستن؟ تقریبا چند قسم هستن. قسم اولشون کسایی هستن که از سنت و روش رسول الله صلی کار میکنن، خودشان میگه من خودم پیغمبر هستم. بعد از عصر رسول الله صلی هم بسیاری کسای ادعا کردن، ادعای نبوت کردن و حتی در عصر امروزی هم بعضی کسایی رو ما شما نویم که اونا ادعای پیغمبری میکنن، مثل غلام محمد قادیانی که آل به نام حرکت احمدیه میگن و مرکزشان مثلا در انگلستان است و اونا هم تلویزیون هم دارن. متوجه هستین؟ اینا میگن ما احمدیه هستیم، لنگی کلام دارن و میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخر پیغمبران نبود، بلکه این غلام محمد قادیانی هم پیغمبر بود. این قسم پیدا میشه. دوم کسایی هستن که از میگن که ما قرآن قبول داریم، از سنت کاملا انکار میکنن و اینجا کسایی پیدا شدن که کارا را میگن. قسم دیگه که هستن که مثلا بعضی از سنت ها را قبول میکنن و بعضی سنت ها را قبول نمیکنن. میگن ما سنت های قبلی را قبول داریم، فعلی را قبول نداریم. بعضی از کسای دیگه هستن که باز ادعا میکنن که والا فلانی سنت که است این مخالف قرآن است، ما او را قبول ندارم. بعضی سنت ها هست
که مثلا در قرآن هست و در حدیث آمده هست، اینا فکر میکنن این تعارض داره، در حالی که تعارض نیست. رو علما تشریح کردن، ولی اینا چون متخصص نیستن، مسلکی نیستن، نمیفهمن، از این خاطر مطابق عقل و نه ولی اینی حدیث که مخالف قرآن است من قبول ندارم. اما نمیفهمن که در بین از علمای اسلام کل زیر احادیث با هم چیز کردن، جمع کردن و گفتن که مثلا این حدیث با این حدیث تناقض نداره، بلکه حدیث با آیت قرآن تناقض نداره، بلکه رو تشریح میکنن. حالات فرق میکنه، حالات هر کدام از اینا فرق میکنه. اینی حدیث در این حالت بیان شده، اینی آیت در اینی حالت حکمش است. این قسم نمیشه که مثلا کل زور مثلا بدون ترتیب و تنظیم و تراکس گرد بزنن به این شکل. یعنی بعضی کسان مثلا احادیث به بهانه های مختلف رد میکنن و گروه های هستن که مثلا من این حدیث قبول دارم، این حدیث قبول ندارم، مثلا این حدیث درست و این حدیث درست. و بسیاری کسایی هستن که مثلا مسلکی نیستن، رشتهشان نیستن. انسان چه وقت واقعا قدر قرآن و قدر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمن؟ وقتی که انسان درس بخونه پیش استادا در مدرسه، در جایی که مثلا علمای بزرگ باشن، وقتی پیش ازی بخونی، درس بخونی، تعجب میکنی. یک وقتی ما وقتی درباره امام علی جمع کردن احادیث میخوانیم، میدیدیم که سبحان الله علمای اسلامی اشخاصی که مثلا امام بخاری رحمت الله علیه چندین سال عمر خدا با چقدر تقوا، با چقدر دینداری، با چقدر ایمانداری، با چقدر صداقت و با چقدر اخلاص، کل عمر خدا برای چی؟ برای احادیث رسول الله صلی الله علیه و وقف کرده که باید احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ترتیب و تنظیم بکنه و برای گرفتن احادیث رسول الله صلی الله علیه و بسیار شرایط قوی گذاشته و تقریبا چند لک حدیث مثلا حفظ داشته. از بین از چندین لک حدیث مثلا آمده صحیح بخاری چند هزار حدیث زیر صحیح بخاری گذاشته و بسیار شرایط و قیود و کل چیزها. اینجا که هست که سعی کنید انسان سعی میگه سبحان الله. من سعی کنم که در یک در خواندن نماز فرض یا رفتن به جماعت چقدر سستی میکنم و این انسان ها سعی کنم مثل امام بخاری، مثلا امام مسلم رحمت الله علیه، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام احمد ابن حنبل، اینا رو که شما زندگیشون رو بخونید و ببینید که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر با دقت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتن و حفظ میکردن. عمیق قسم که قرآن بر ما و شما نقل کردن، این قسم در احادیث. اینا این کسایی که در این قسمت شک میپرتن، مشکلشان چی است؟ شکشان اول در احادیث میپردن یا اصلا کافر است، دین قبول نداره. شما بسیاری کسا رو میبینید مثلا 5 سال پیش، 6 سال پیش، ولی این حدیث ما قبول ندارم، ولی این صحیح بخاری ما قبول ندارم، این صحیح مسلم قبول ندارم. وقتی که 5 سال 6 سال پیش ما میگفتیم ولی بیچاره نمیفهمه، بیاورش بعضی گپا رو میفهموندیم، مثلا مناقشه میکردیم، بعضی چیزا رو بیان میکردیم، ولی پس آن فهمیدیم که نه، این آیسته این شیطان است، ولا تتبعوا خطوات شیطان، از انکار سنت شروع کرد و بالاخره آیسته امروز که باز میبینیم خیزر قرآن هم انکار میکنه. 5 سال پیش میگفت من قرآنی هستم، من پیرو قرآن هستم و قرآن کلام الله هست، لکن سنت ها را من قبول ندارم به خاطر امروز سر خود قرآن شروع کرده و امروز حتی سر الله متعال مثلا گپ میزنن. این نفر عقیدهش تغییر کردن؟ خیر، این شخص 10 سال پیش عین کافر بود. وقتی ما میفتیم که یعنی کافر است، میفتن نه بیچاره یک اجتهاد میکنن، لکن این کافر امو وقت کافر بود، لکن امروز باز کفر خود به قرآن هم بیان کرد. اکثرا این کسایی که میگن ما قرآنی هستیم، اینا کسایی هستن که دین نمیخواین. مثلا نمیخواین نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بخونن. خب نمیخواین نماز بخونه، چی میگن؟ والا این حدیث ما قبول ندارم. خب وقتی که حدیث قبول نکرد، در قرآن آمده و اقیموا الصلاة نماز بخونیم. خب اینا چه وقت بخونیم؟ چند وقت بخونیم؟ به چی طریقه بخونیم؟ چند رکعت بخونیم؟ نه دیگه من خودشون احادیث قبول ندارم، پس نماز چی است؟ مثلا هیچ نمیخوانم. در زبان عربی نماز به معنای دعا هست، اما در برادر در کتاب‌های فقهی می‌بینید که علما میگن که صلات که از نماز در لغت به معنای دعا هست و در اصطلاح عبارت از اقوال و اعمال هست که با تکبیر شروع میشه، با السلام علیکم ختم میشه
و در اونجا مثلا فرایض داره، ارکان داره، شروط داره، فرایض داخلی داره، فرایض بیرونی داره. باید اینی شرایط تو داشته باشی و به این شکل رو به طرف قبله بکنی و سطر داشته باشی و نیت داشته باشی و نماز بخوانی و او باید قرآن بخوانی و سوره فاتحه رو بخوانی. کل از اینا بیان شده است. حالا که وقتی که احادیث مثلا درباره نماز وقتی که جمع آوری بکنیم بیشتر از 500 حدیث است. اینا رو وقتی که توی کل احادیثی که درباره نماز و مثلا شرایط نماز و وضوء نماز و وضوء چه وقت میشکنه، وضوء چه قسم است، مثلا در کدام حالات است، غسل چطور است، کلش که مربوط به نماز میشه تا که تو 2 رکعت نماز بخوانی این کل مسائل باید بفهمی. این کل احادیث رو تشریح میکنه، این کل از این قبول نمیکنه. حالا بازی نفر میتونه بدون وضو هم نماز بخونه، میتونه مثلا وضو هم نکنه، میتونه غسل هم صحیح نکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه حدیث قبول ندارن. خب این انکار سنت تاریخچش از کجا شروع شد و چرا این مردم ها انکار سنت میگن؟ اصلا تاریخچه انکار سنت توسط مستشرقین است. مستشرقینی که از غرب آمدن، یک شرکتی به نام شرکت هند شرقی انگلیس ها در هندوستان ساختن. در وقتی که هندوستان آمدن، اونجا هندوستان اینجا چی را ساختن؟ به نام حکومت مغولی ها بود، حکومت اسلامی بود. در اینجا یک شرکت ساختن به نام شرکت تجارتی هند شرقی. در بین از این شرکت یک تعداد از مستشرقین آوردن. مستشرقین کسایی هستند که درباره شرق، یعنی کافرای هستند که درباره یا کریستیان های هستند یا یهودیای هستند یا نصرانیای هستند، غربیای هستند که درباره شرق و دین شرق و درباره از اینا تحقیق میکنن. این به زبان عربی مستشرق میگن و خاورشناس ها میگن. این خاورشناس ها در اینجا بودن و بعض از مردم های ضعیف النفوس تربیه میکردن، درس میدادن. به این جمله اولین کسی که اینا تربیه کردن یک کسی بود به نام سر سید احمد خان. سر سید احمد خان ای چی کرده؟ ای سر سید احمد خان ای خیست و چی رو شروع کرد؟ یعنی توسط امی تربیه که شده بود ای خیست و ادعا کرد که مثلا من حدیث قبول ندارم. این اولین منکر سنت به نام سر سید احمد خان است. ای در کجا کار میکرد؟ در بین کارهای انگلیس ها در امی شرکت کار میکرد و اولین خیست یک کتاب خود به نام کتاب جهاد مردم مسلمان هندوستان در مقابل انگلیس این بغاوت خان، سرکشی خان. و این کتاب وقتی که نوشته کرد و انگلیس ها از این بسیار تشویق کردن و حتی این رتبه و سیر میگفتن، سیر باز نام از ما سر سید احمد خان، این یک رتبه انگلیسی رو برازی دادن که یک مقام در او وقت بود، مثل که حال مثلا یک کسی را یک رتبه جنرالی میتونی یا چطور میدین. به این شکل سید احمد خان ای خیست و ادعا کرد که سنت ها رد کرد و گفت که چیزی به نام سنت ما قبول ندارم، سیرت عملی را قبول ندارم، سنت و سیرت و اینا را کلش انکار کرد و گفت تنها ما قرآن را قبول دارم. و پس آنها باز آمد در قرآن هم دست زد و در قرآن هم باز گفت که مثلا من ملائکه را قبول ندارم و جن را قبول ندارم و مثلا جنت نیست و دوزخ نیست و شیطان چطور است. خب خلاصه آیسا کلش یعنی کفر مطلق. بعد از یک کسی به نام عبدالله جگرالوی میگن، این هم در هندوستان پیدا شد. این هم به همراه اینمی چیز به همراه امی فکرهای سید احمد خان ای متأثر شده بود و این هم امی گپ ها را میگفت و امی قسم انگلیس ها در اینمی شرکت یک شخص دیگه به نام مرزا غلام احمد قادیانی هم تربیه کردن. این کلش به خاطر چی است؟ به خاطر ای که امی صف مسلمان ها را بشکنن. الله متعال میگه که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، یک صف باشن که انهم بنیان مرصوص، مثل یک دیوار محکم باشن. یعنی مسلمان ها در مقابل کفار وقتی ایستادگی کردن میتونن و نظام میتونن داشته باشن و حکومت میتونن داشته باشن و خلافت داشته باشن و خلافت اسلامی مثل خلفای راشدین جور کردن. چرا؟ اینجا که مسلمان ها صف محکمی بودن که انهم بنیان مرصوص. این بنیان چه قسم میشکنن که یک گروه بخیزن غلام احمد قادیانی رو جور کردن که خیست
ادعا کرد که من پیغمبر هستم. یک تعداد مردمای جاهل از این پیروی کردن، این در صف یک شکست آمد. بازی غلام احمد سید احمد خان جور کردن، این هم آمد که من قرآن قبول دارم و حدیث قبول ندارم، این به نام قرآنی ها و منکرین قرآن منکرین سنت، این زندیقا این صف شکستانده رفتن. میبینید همین صف مسلمان ها را به این قسم شکستانده میرفتن. بعد از این صاحب کس دیگه به نام احمد سریم و یک کس دیگه به نام غلام احمد پرویز پنجابی در پنجاب پیدا شد. این هم ادعا کرد و حرکت امی قرآنی ها را به نام پرویزیه چی کرد؟ به نام پرویزیه جور کرد و در 1028 از علمای جهان همو وقت جمع شدن و در اینجا بیشتر از علمای هند، علمای پاکستان، علمای شام، علمای حجاز اینا خیستن و گفتن که غلام احمد پرویز کو اپنے عقاید و نظریات کی وجہ سے کافر قرار دیا جاتا ہے. این فیصله کل علما بود که این کتاب اردو نشر شده است، میگه که غلام احمد پرویز کو اپنے عقاید و نظریات کی وجہ سے کافر قرار دیا جاتا ہے، حکم تکفیر ذکر کرده و گفتن که این فتوای تمام از این علما هستند که از تمام جهان اسلام که ایره کافر گفتن. و همین قسم کافرهای دیگه هم منکرین سنت همین قسم زیاد همین قسم پیدا شدن تا امروز هم مثلا ما و شما میبینیم که این گروپ ها وجود دارن و انکار از اول از سنت میکنن، پس هم بعد از قرآن میکنن، بالاخره کل کفر. خب فتاوای علمای اسلام چی بود؟ خب گفتیم فتاوای اسلام یکیش که همین فتوایی بود که درباره پرویزی ها یا حرکتی که برای پرویزیه بود، کنمون حرکت انکار قرآن است که اینا علما تکفیر کردن. به این قسم مثلا دکتر محمد مزروعه، این هم یکی از استاد متخصص و مسلکی و اکادمیک است. این میگه وقد بان لنا من خلال بحث جمله من الحقائق عن هذه الطائفه، میگه وقتی من این استاد تحقیق کردم، تحقیق علمی و اکادمیک، میگه من بعضی چیزها برای من درباره از اینا پیدا شد. اولا هذه الطائفه نشأت ابتداء على ايدي الانگلیس، میگه اول این طایفه توسط انگلیس ها تأسیس شدن، الذين كانوا يستعمرون الهند، کسایی که هندوستان تحت استعمار خود قرار داده بودند. فهي صنيعة من صناع الكفار اعداء الله و رسوله و المؤمنین. پس میگه حرکت انکار قرآن یا امی قرآنی ها که خود قرآنیون میگن به عربی و در فارسی قرآنی ها میگن، میگه این قرآنی ها که خود قرآنی میگن و از حدیث انکار میکنن، اینا دست ساخته انگلیس هستند، دست ساخته کفار هستند که اونا دشمنای الله و رسولش و دشمنای مؤمنان هستند. و هي حركة من الحركات الكثيرة التي قام بها الانگلیس في هذه المنطقة لهدم الاسلام و تفریق المسلمین. میگه از جمله اونمو حرکت هایی است که انگلیس ها در هندوستان ایره ساختن به خاطر شکستاندن صف مسلمان ها، به خاطر از بین بردن اسلام و تفرقه ایجاد کردن در بین مسلمان ها، مثل القادیانیت و البریلویت و غیرهما. گروه های را پیدا کردن برام قادیانی و بریلوی غیره. ثانيا اثبتنا عند حديثنا عن رؤوس هذه الحركه انهم كانوا على اتصال دائم و قوی بالانگلیس. میگه دوم ما بر اساس تحقیقی که میگه کردیم، این دانشمند میگه که رهبرای این گروه ها همیشه رابطه قوی با انگلیس ها داشتن و کان الانگلیس وراء حرکاتهم. انگلیس در عقب تمام حرکت های از اونا بودن و کانوا یمدونهم بالعون المادی و المعنوی. میگه اینا بر از اینا همکاری مادی و معنوی میکردن. بل کان بعض هؤلاء على اتصال به حرکت المنصرین فی الهند. بسیاری از اینا میگن رابطه داشتن به همراه حرکت تنصیری، یعنی حرکت هایی که مردم نصرانی میساختن، کریستیان میساختن. میگه امروز از اینا ارتباط داشتن، اونا بر از اینا برنامه میدادن، معاش میدادن، پول میدادن که شما بخیزیم یک قسم صف مسلمان ها را به نام مسلمان خراب بکنیم. ثالثا میگه هذه الحرکه، میگه اینی کسایی که خود قرآنی میگن و انکار سنت میکنن، میگه هذه الحرکه بجمیع طوائفها
خارجتون عن الاسلام. میگه این حرکت با تمام طایفهشان اگر کل سنت رد میکنن یا میگن که ما قولی را قبول داریم فعلی را قبول نداریم یا ما مثلا اینی یا را قبول نداریم، این حرکت تمام گروه های از اینا از دایره اسلام اینا خارج هستن، فاسقتون عن المله، از ملت اسلام بیرون شدن. و این زعمت لنفسها الاسلام، اگرچه خودشان بر خود فکر میکنن که ما مسلمان هستیم، و انتسبت الی القرآن، و میگه ما پیروی از قرآن میکنیم و ما قرآن قبول داریم. خب اگر تو قرآن قبول میداشتیم، پس مثلا قرآن وقتی که بر تو میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کو از الله در آیات قرآن و اطاعت بکن از پیغمبر در احادیثش، خب تو قرآن نگرفتی؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه، او چیزی که پیغمبر بر شما آمده او رو بگیرین. و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینجا گفته او چیزی که پیغمبر شما را منع میکنه، یعنی الله منع کرد و پیغمبر آمد بر شما گفت که این چیزها را شما منع هستین نکنین. پس شما قول الله را قبول دارید، اینجا الله میگه این کار را بکنین، شما یا اینا مثلا 20 آیاتی که در اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده هست، این کل آیات اینا میگه یا چرا کافر هستن؟ به خاطر که از کل زیانت اینا کافر هستن، چرا اینا آیات قرآن قبول ندارن. و این انتسابها الی القرآن باطل، یا که خود نسبت به قرآن میتن میگه باطل است، دروغ است. چرا اگر کس قرآن قبول داشته باشه، قرآن حکم میکنه که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. قرآن میگه که پای پیغمبر وحی است، قرآن میگه که شما باید از وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اطاعت بکنید. لانها کفرت بالقرآن فی نفس اللحظه التي کفرت فيها بالسنه، چرا میگه اینا کافر شدن در همون لحظه ای که به سنت کافر شدن، در همون لحظه اینا به قرآن هم کافر شدن. چرا وقتی که یک نفر قرآن سنت رد میکنه، به این معنی که آیات قرآن چندین آیت رد کرد، و اگر کسی یک آیت قرآن رد بکنه کافر میشه. ما شما در درس قبلی خواندیم فإنه لا تفرقة بین القرآن و السنه، میگه فرق بین قرآن و سنت نیست. فهما یخرجان من مشکات واحده، میگه ادوش از یک منبع میگه، هی مشکات الوحی الالهی المعصوم، که وحی هست، منتها قرآن وحی جلی هست و حدیث رسول الله صلی الله علیه و چی هست؟ وحی خفی هست، و این هم وحی هست از جانب الله بر شما. پیغمبر از دل خود میگه، یعنی شما تصور میکنید که رکعتای نماز رسول الله صلی الله علیه و خود جور کرده باشه، رکوع را پیغمبر صلی الله علیه و خود جور کرده باشه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از دل خود نکرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از کجا میفهمید پیغمبر صلی الله علیه و در نماز مثلا ما رکوع بکنیم، سجده بکنیم، قعده بکنیم، تحیات بکنیم، دو سجده باید بکنیم، سلام دار بدیم، ایرا بخونیم؟ از کجا؟ از دل خود. پیغمبر صلی الله علیه و کدام استاد پانتون بود از دل خود جور کرده میرد العیاذ بالله، یا ای که حکم برش میامد. زمین خاطر الله متعال پیغمبر کسی را اختیار کرد که اصلا ناخوان بود، که تا مرد باز نگویه که یه متخصص بود، مسلکی بود، دکتر بود، 20 تا کتاب نوشته کرده، این را از دل خود جور کرده. نه خیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی نوشته کرده نمیتوانست. چرا؟ این معجزه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم کل چه که وحی از جانب الله برش میاد، این فقط برای مردم چی میکنه؟ بیان میکنه، تبلیغ میکنه و تطبیق میکنه. اینجا یه عالم میگه که بنان یا کلشان چی شدن؟ کافر شدن. مجموعه از علما در موقع اولوکه در مورد کفر و گمراهی از اینا چی میگن؟ فمن اعجب المناقضات وصف هؤلاء الزائغین المنکرین للسنه بالقرآنین، میگه یکی از چیزهای متناقض و یکی از فریبکاری های منکرین سنت چی است که اینا خود قرآنی میگن. والقرآن بریء من هذا الفکر المنحرف، میگه قرآن بیزار است از این فکر و اندیشه انحرافی منحرف، از این میگه قرآن بیزار است. و تلك الدعوة المشبوهه التي يراد من ورائها، میگه همچنان قرآن بیزار است از این دعوتی که توسط از او چی شده؟ من ورائها حدم القرآن، که میخوان توسط از این قرآن از بین ببرن. و ضرب بعضه ببعض، ضرب زدن قرآن بعض به بعض. این آیات قرآن قبول افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، این میگه اینا نی هستن. لقد خدع الناس بهذه التسمیه، میگه بسیار مردم فریب خوردن به این نامی که اینا خود القرآنیون، خود قرآنی ها میگن.
اوه مردم میگه این چی عجب مردمی هستن، اینا پیروای قرآن هستن. فلو کان لهؤلاء ادنى علاقه بالقرآن، میگه اگه یک کمک ارتباطی با قرآن میداشتن لعلموا بما جاء فيه من الامر بالاخذ بسنه النبي صلی الله علیه و سلم. میگه اگه یک کمک ارتباط واقعا با قرآن میداشتن، در قرآن میبینن که قرآن گفته که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرین. فمنکرو سنه ابعد الناس عن القرآن، میگه کسایی که از سنت انکار میکنن دورترین مردم ها از قرآن هستند. و ابعد الناس عن الالتزام به و بتعاليمه، دورترین مردم از التزام به قرآن و به تعالیم قرآن هستند. فهم زائغون منحرفون لا قرآن، میگه اینا فریبکار هستن، منحرف هستن، قرآنی نیستن. وقد تنبه کثیر من اهل العلم، میگه خبر داده بسیاری از اهل علم من قدیم به هذا الامر الخطیر، میگه به این کار خطرناک از قدیم علما گفتن. مثلا امام ابو محمد ابن حزم رحمه الله میگه ولو ان امرأ قال، میگه اگر یک شخص بگوید، این گپ ابو محمد ابن حزم است رحمه الله، ولو ان امرأ قال، میگه اگر یک شخص بگوید که لا نأخذ الا ما وجدنا في القرآن، میگه اگر کس بگوید که ما نمیگیریم مگر چیزی که در قرآن یافتیم، یعنی سنت قبول نداریم تنها قرآن میگیریم، لکان کافرا به اجماع الامه، میگه این به اجماع امت اسلام این کافر هست. متوجه هستین؟ ابو احمد علی جامی چی میگه؟ این میگه القرآن ای العاملون بالقرآن فی زعمهم المکتفون به المستغنون عن السنه، هذا تفسیر کلمت القرآن بناء علی زعمهم. میگه گمان از این است که ما با قرآن عمل میکنیم بعد کفایت میکنه و ضرورت به سنت نداریم. لكن التفسير المطابق لواقعهم اذا نظرنا الى تصرفاتهم انهم المخالفون للقرآن، لكن میگه حقیقتا به طرف از اینا ببینیم اینا مخالف قرآن هستن، اتباعا للهوا، یا متابعت به هوا و خواسته های نفسی خود میکنن، و تقلیدا لبعض الزنادقه، و اینا تقلید میکنن از بعضی از زندیق ها، التقلید الاعمى، تقلید کورکورانه، لانهم فی واقعهم قد خرجوا علی القرآن، میگه چرا اینا به ضد قرآن بیرون شده اند. فتوای ندوه عنایت به سنت سیرت، یک ندوه هست به نام عنایت به سنت و سیرت آمده، ان من ینکر السنت النبویه الصحیحه، هر کسی که از سنت نبوی صحیح انکار میکنه و یرفض الاخذ بها، و گرفتن به این رد میکنه، فهو متمرد علی القرآن الکریم نفسه، میگه تمرد کرده، سرکشی کرده به قرآن، به خود قرآن. و منکر لأوامره، و این منکر است به اوامر قرآن، التي جاءت تأمر بالاخذ بما جاء به الرسول، این اوامر قرآن که گفته است که شما آنچه که رسول آمده بگیرید، این کل زیر ایراد میکنه. پس این کسی که این داره میکنه، این خودش یعنی قرآن هم رد کردن. کمیته سنت مرکز تحقیقات اسلامی جامعه ازهر در مورد جامعه ازهر هند، جامعه ازهر مصر، این درباره از چی میگن؟ میگه به تاریخ 9 شعبان یا 22 اگست 2007 فتوای علمای ازهر یک جریده نشر کردن و میگه که القرآنیون مرتدون، علمای جامعه الازهر فتوا دادن که کسایی که میگه ما قرآنی هستیم اینا چی هستن؟ مرتد هستن. خلاصه از اینا چیز کردن، اینا رو میگه که لجنه سنت بمجمع البحوث الاسلامیه بالازهر ان من ینکر السنت لیس مسلما، کسی که سنت رسول الله صلی الله علیه و انکار میکنه مسلمان نیست، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر تشریف الاسلام بعد کتاب الله الکریم، چون بعد از قرآن عظیم الشان اینمی سنت که از مصدر دوم اسلام است. سید طنطاوی، این هم یکی از علمای مصر است، از شیوخ ازهر است، این میگه که ان الذين ينادون بالاعتماد على القرآن الكريم فقط و ترک السنة النبویه جهلا، اینا رو میگه کسایی که میگه ما تنها قرآن میگیریم و ترک سنت میکنن، جهلا جاهلا هستن و کذابون و دروغگویا هستن، ولا یفقهون فی الدین شیئا، از دین چیز تفقه علم ندارن، ولا یعرفون ارکانه و ثوابته، اساسات و ارکان اسلام نمیفهمن، لان السنة الثابته عن النبی صلی الله علیه و سلم
هي ایضا من عند الله تعالی بمعناها. چرا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سنت رسول الله صلی الله علیه و که ثابت شده هست، این هم از جانب الله است با معنایش. یعنی قرآن لفظ و معنایش از جانب الله است و سنت رسول الله صلی الله علیه و لفظش الفاظ رسول الله صلی الله علیه و است، اما معنایش از جانب الله برازی گفته شده است و جبریل امین را تعلیم داده. اینی قسم نماز بخوام رسول الله صلی الله علیه و با الفاظ خود میگه که روی قسم رکوع بکنین، این قسم سجده بکنین، این قسم بکنین. اما الفاظها به الهام من الله لنا، لكن الفاظش هم الله برش الهام کرده. خب شیخ یوسف بدری عضو مجلس اعلای شورای اسلامی در قاهره مصر او چی میگه؟ میگه ان هؤلاء القرآنیه هم اناس ضالون مضلون. چون در مصر همین گروه ها زیاد پیدا شدن بعد از هند، که در هند مثلا هزار چقدر علما خیستن و این حرکت تکفیر کردن، همین قسم در شبه قاره هند مثلا در پاکستان و در هند و در بنگلادش و در کشمیر در این منطقه که پیدا شده بودن علما زیاد خیستن، با دیگه علما اینا رو تکفیر کردن. مرتبه دوم این حرکت در مصر زیاد پیدا شد. اینال اونجا علمای اونا هم خیستن زیاد چی دارن؟ فتاوا دارن. چون پیدا شد علما فورا فتاوای خود صادر کردن. شیخ یوسف بدری عضو مجلس اعلای شورای اسلامی قاهره مصر میگه که ان هؤلاء القرآنیین هم اناس ضالون. میگه اینمی قرآنی ها که خدا قرآنی میگن و حدیث قبول نمیکنن، رد میکنن، کسایی هستن که ضالون گمراه هستن، مضلون دیگران را هم گمراه میکنن. انکروا معلوما من الدین بالضروره. میگه یا انکار کردن از دین چیزهای و بالتالي فحکمهم انهم کفارون. میگه حکمشان چی است؟ اینا کافر هستن، مرتدون عن الاسلام، از اسلام اینا مرتد هستن. و به می قسم شیخ محمد عاشور وکیل سابق ازهر و عضو مجلس بحوث اسلامی هم میگن که چی هستن؟ خلاصه سخنش میگه که ان منکری سنت خارجون عن الاسلام. میگه منکرین سنت خارج از اسلام هستن، یعنی کافر هستن، اینا رو تکفیر میکنن و میگن که اینا کافر هستن. و متاسفانه بعضی امروز در که مثلا خارجی ها و استعمار خارجی ها در افغانستان آمد، بعضی کتابای از اینا را بعضی از افغان ها هم مطالعه کردن و خواندن و بعضی مردم های دیگه هم ایره خواندن و آل مثلا بعضی مردم ها در ایران و بعضی مردم ها مثلا در افغانستان، من فهم شاید در تاجیکستان هم باشن، اینی مردم ها این کتاب ها را خواندن و آل فعلا خصوصا تحت حمایت امریکا و غرب اینا بازی ها میخیزن، امی کتاب های از اونا را ترجمه میکنن یا در حقیقت خودشان علم و دانش ندارن، فقط امو کتاب های مستشرقین و خاورشناسا را و همین قسم کتاب های اونمو زندیقای دیگی را که مثلا غلام احمد قادیانی و مثلا سید احمد خان اینا را هم کتابایشان اینا ترجمه میکنن و بازی ها میخیزن در رسانه ها و میخیزن و میخواد به نام منکرین قرآن و منکرین سنت و یا مثلا قرآنیون بیان میکنن و در حقیقت وقتی که اینا رو ببینی چون خلاصی گپی است که کسی که از احادیث رسول الله انکار میکنه در حقیقت این کار از قرآن کرده و کسی که این کار از حدیث میکنه چرا انکار کرده؟ به خاطر که قرآن ما را امر میکنه که و ما آتاکم الرسول فخذوه، آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا فلیحذر الذین یخالفون عن امره. پس بترسه کسایی که از امر رسول الله مخالفت میکنن. رو احادیث بسیار آیات بسیار زیاد است، بنابراین کسایی که احادیث قبول ندارن در حقیقت اینا ای آیات قرآن و احکام قرآن قبول ندارن و اینا در عین حال که منکر شدن، در عین حالی که اینا کافر شدن و احادیث رسول اینا کافر و قرآن هم هستن. از این خاطر اجماع امت اسلام از سابق الزمان بعضی کسایی که در وقت امام شافعی پیدا شده بود، امام شافعی رحمه الله در کتاب الرساله ایره تشریح کردن و دیگه علما ایره تشریح کردن و اجماع را ذکر کردن که اینا کافر هستن. در عصر امروزی هم مفتی های اسلام گفتن که به اجماع امت اسلام منکرین سنت کافر هستن و از این خاطر یکی از نواقض اسلام می باشه، یعنی انکار سنت ایمان انسان مشکنه و این انسان از دایره ایمان خارج میکنه. الله متعال سبحانه و تعالی ما و شما را از شر از اونا نگاه بکنه و ما و شما را توفیق نصیب بکنه که واقعا به قرآن و به سنت عمل بکنیم. و السلام علیکم.